بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند رحمتگر مهربان. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون. برای مردم وقت حسابشان نزدیک شده است و آنان در بیخبری روی گردانند. ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون. هیچ پند تازه‌ای از پروردگارشان نیامد مگر این که بازی کنان آن را شنیدند. لاهیة قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. در حالی که دلهایشان مشغول است و آنان که ستم کردند پنهانی به نجوا برخاستند که آیا این مرد جز بشری مانند شماست؟ آیا دیده و دانسته به سوی سحر می روید؟ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم. پیامبر گفت پروردگارم هر گفتاری را در آسمان و زمین می داند و اوست شنوای دانا. بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلیأتنا بآیة كما ارسل الاولون. بلکه گفتند خوابهای شوریده است، نه بلکه آن را بربافته، بلکه او شاعری است. پس همان گونه که برای پیشینیان هم عرضه شد باید برای ما نشانه‌ای بیاورد. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. قبل از آنان نیز مردم هیچ شهری که آن را نابود کردیم به آیات ما ایمان نیاوردند. پس آیا اینان به معجزه ایمان می‌آورند؟ وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. و پیش از تو نیز جز مردانی را که به آنان وحی می کردیم گسیل نداشتیم. اگر نمیدانید از پژوهندگان کتاب‌های آسمانی بپرسید. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. و ایشان را جسدی که غذا نخورند قرار ندادیم و جاویدان هم نبودند. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. سپس وعده خود به آنان را راست گردانیدیم و آنها و هر که را خواستیم نجات دادیم و افراطکاران را به هلاکت رسانیدیم. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. در حقیقت ما کتابی به سوی شما نازل کردیم که یاد شما در آن است. آیا نمی اندیشید؟ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين.
و چه بسیار شهرها را که مردمش ستمکار بودند در هم شکستیم و پس از آنها قومی دیگر پدید آوردیم. فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون. پس چون عذاب ما را احساس کردند به ناگاه از آن می گریختند. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. هان مگریزید و به سوی آنچه در آن متنعم بودید و به سوی سراهایتان بازگردید، باشد که شما مورد پرسش قرار گیرید. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. گفتند ای وای بر ما که ما واقعا ستمگر بودیم. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. سخنشان پیوسته همین بود تا آنان را درو شده بیجان گردانیدیم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. و آسمان و زمین و آنچه را که میان آن دوست به بازیچه نیافریدیم. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. اگر می‌خواستیم بازیچه‌ای بگیریم قطعاً آن را از پیش خود اختیار می‌کردیم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بلکه حق را بر باطل فرو می افکنیم پس آن را در هم می شکند و به ناگاه آن نابود می گردد. وای بر شما از آن چه وصف می کنید. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. و هر که در آسمان ها و زمین است برای اوست و کسانی که نزد اویند از پرستش وی تکبر نمی ورزند و درمانده نمی شوند. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. شبان روز بی آن که سستی ورزند نیایش می کنند. ام اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. آیا برای خود خدایانی از زمین اختیار کرده اند که آنها مردگان را زنده می کنند؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. اگر در آنها جز خدا خدایانی دیگر وجود داشت قطعاً زمین و آسمان تباه می شد. پس منزه است خدا پروردگار عرش از آن چه وصف می کنند. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. در آنچه خدا انجام می دهد چون و چرا راه ندارد ولی آنان سؤال خواهند شد. ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون.
آیا به جای او خدایانی برای خود گرفتند؟ بگو برهانتان را بیاورید. این است یادنامه هر که با من است و یادنامه هر که پیش از من بوده. نه، بلکه بیشترشان حق را نمی شناسند و در نتیجه از آن روی گردانند. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. و پیش از تو هیچ پیامبری نفرستادیم مگر اینکه به او وحی کردیم که خدایی جز من نیست، پس مرا بپرستید. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون. و گفتند خدای رحمان فرزندی اختیار کرده، منزه است او، بلکه فرشتگان بندگانی ارجمندند. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. که در سخن بر او پیشی نمیگیرند و خود به دستور او کار میکنند. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. آنچه فراروی آنان و آنچه پشت سرشان است میداند و جز برای کسی که خدا رضایت دهد شفاعت نمی کنند و خود از بیم او هراسانند. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. و هر کس از آنان بگوید من نیز جز او خدایی هستم، او را به دوزخ کیفر می دهیم. آری، سزای ستمکاران را این گونه می دهیم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. آیا کسانی که کفر ورزیدند ندانستند که آسمانها و زمین هر دو به هم پیوسته بودند و ما آن دو را از هم جدا ساختیم و هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم؟ آیا باز هم ایمان نمی آورند؟ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. و در زمین کوههای استوار نهادیم تا مبادا زمین آنان را بجنباند و در آن راههای فراخ پدید آوردیم باشد که راه یابند. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. و آسمان را سقفی محفوظ قرار دادیم ولی آنان از مطالعه در نشانه‌های آن اعراض می‌کنند. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. و اوست آن کسی که شب و روز و خورشید و ماه را پدید آورده است، هر کدام از این دو در مداری معین شناورند. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. و پیش از تو برای هیچ بشری جاودانگی در دنیا قرار ندادیم. آیا اگر تو از دنیا بروی آنان جاویدانند؟
كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلینا ترجعون. هر نفسی چشنده مرگ است و شما را از راه آزمایش به بد و نیک خواهیم آزمود و به سوی ما بازگردانیده می‌شوید. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. و کسانی که کافر شدند چون تو را ببینند فقط به مسخره‌ات میگیرند و میگویند آیا این همان کس است که خدایانتان را به بدی یاد می کند، در حالی که آنان خود یاد خدای رحمان را منکرند. خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون. انسان از شتاب آفریده شده است، به زودی آیاتم را به شما نشان می دهم، پس عذاب را به شتاب از من مخواهید. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. و میگویند اگر راست میگویید این وعده قیامت کی خواهد بود؟ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. کاش آنان که کافر شده اند می دانستند آنگاه که آتش را نه از چهره‌های خود و نه از پشتشان باز نمی توانند داشت و خود مورد حمایت قرار نمی گیرند، چه حالی خواهند داشت. بل تأتیهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. بلکه آتش به طور ناگهانی به آنان میرسد و ایشان را بهت زده می کند، به گونه‌ای که نمی توانند آن را برگردانند و نه به آنان مهلت داده می شود. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به یستهزئون. و مسلماً پیامبران پیش از تو نیز مورد ریشخند قرار گرفتند، پس کسانی که آنان را مسخره می کردند سزای آنچه که آن را به ریشخند می گرفتند گریبانگیرشان شد. قل من یکلؤکم باللیل والنهار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون. بگو چه کسی شما را شب و روز از عذاب رحمان حفظ می کند؟ نه، بلکه آنان از یاد پروردگارشان روی گردانند. ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. آیا برای آنان خدایانی غیر از ماست که از ایشان حمایت کنند؟ آن خدایان نه می توانند خود را یاری کنند و نه از جانب ما یاری شوند. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها افهم الغالبون. نه، بلکه اینها و پدرانشان را برخوردار کردیم تا عمرشان به درازا کشید.
آیا نمی بینند که ما می آییم و زمین را از جوانب آن فرو می کاهیم؟ آیا باز هم آنان پیروزند؟ قل انما انذركم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون. بگو من شما را فقط به وسیله وحی هشدار می‌دهم، ولی چون کران بیم داده شوند دعوت را نمی‌شنوند. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. و اگر شمه‌ای از عذاب پروردگارت به آنان برسد خواهند گفت ای وای بر ما که ستمکار بودیم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. و ترازوهای داد را در روز رستاخیز می نهیم، پس هیچ کس در چیزی ستم نمی بیند و اگر عمل هم وزن دانه خردلی باشد آن را می آوریم و کافی است که ما حسابرس باشیم. ولقد آتینا موسى وهارون الفرقان وضیاء وذکرا للمتقین. و در حقیقت به موسی و هارون فرقان دادیم و کتابشان برای پرهیزگاران روشنایی و اندرزی است. الذين يخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون. همان کسانی که از پروردگارشان در نهان می‌ترسند و از قیامت هراسناکند. وهذا ذکر مبارک انزلناه افأنتم له منکرون. و این کتاب که آن را نازل کرده ایم پندی خجسته است، آیا باز هم آن را انکار می کنید؟ ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وكنا به عالمین. و در حقیقت پیش از آن به ابراهیم رشد فکریش را دادیم و ما به شایستگی او دانا بودیم. اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. آنگاه که به پدر خود و قومش گفت این مجسمه هایی که شما ملازم آنها شده اید چیستند؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. گفتند پدران خود را پرستندگان آنها یافتیم. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. گفت قطعا شما و پدرانتان در گمراهی آشکاری بودید. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. گفتند آیا حق را برای ما آورده ای یا تو از شوخی کنندگانی؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. گفت نه، بلکه پروردگارتان پروردگار آسمان ها و زمین است، همان کسی که آنها را پدید آورده است و من بر این واقعیت از گواهانم.
وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرین. و سوگند به خدا که پس از آن که پشت کردید و رفتید قطعاً در کار بتانتان تدبیری خواهم کرد. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. پس آنها را جز بزرگترشان را ریز ریز کرد، باشد که ایشان به سراغ آن بروند. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمین. گفتند چه کسی با خدایان ما چنین معامله‌ای کرده که او واقعاً از ستمکاران است. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهیم. گفتند شنیدیم جوانی از آنها به بدی یاد می کرد که به او ابراهیم گفته می شود. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. گفتند پس او را در برابر دیدگان مردم بیاورید، باشد که آنان شهادت دهند. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهیم. گفتند ای ابراهیم آیا تو با خدایان ما چنین کردی؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. گفت نه، بلکه آن را این بزرگترشان کرده است. اگر سخن میگویند از آنها بپرسید. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. پس به خود آمده و به یکدیگر گفتند در حقیقت شما ستمکارید. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. سپس سرافکنده شدند و گفتند قطعاً دانسته‌ای که اینها سخن نمیگویند. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. گفت آیا جز خدا چیزی را می پرستید که هیچ سود و زیانی به شما نمی رساند؟ اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. اف بر شما و بر آنچه غیر از خدا می پرستید، مگر نمی اندیشید؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. گفتند اگر کاری میکنید او را بسوزانید و خدایانتان را یاری دهید. قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. گفتیم ای آتش برای ابراهیم سرد و بی آسیب باش. و ارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین. و خواستند به او نیرنگی بزنند ولی آنان را زیانکارترین مردم قرار دادیم. و نجیناه و لوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمین. و او و لوط را برای رفتن به سوی آن سرزمینی که برای جهانیان در آن برکت نهاده بودیم رهانیدیم. و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلة و کلا جعلنا صالحین. و اسحاق و یعقوب را به عنوان نعمتی افزون به او بخشودیم و همه را از شایستگان قرار دادیم.
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می کردند و به ایشان انجام دادن کارهای نیک و برپاداشتن نماز و دادن زکات را وحی کردیم و آنان پرستنده ما بودند. ولوطا آتیناه حکما وعلما ونجیناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقین. و به لوط حکمت و دانش عطا کردیم و او را از آن شهری که مردمش کارهای پلید جنسی می کردند نجات دادیم. به راستی آنها گروه بد و منحرفی بودند. و ادخلناه فی رحمتنا انه من الصالحین. و او را در رحمت خیش داخل کردیم زیرا او از شایستگان بود. ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. و نوح را یاد کن آنگاه که پیش از سایر پیامبران ندا کرد، پس ما او را اجابت کردیم و وی را با خانواده‌اش از بلای بزرگ رهانیدیم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. و او را در برابر مردمی که نشانه‌های ما را به دروغ گرفته بودند پیروزی بخشیدیم، چرا که آنان مردم بدی بودند، پس همه ایشان را غرق کردیم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. و داوود و سلیمان را یاد کن هنگامی که درباره آن کشتزار که گوسفندان مردم شب هنگام در آن چریده بودند داوری می کردند و ما شاهد داوری آنان بودیم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. پس آن داوری را به سلیمان فهمانیدیم و به هر یک از آن دو حکمت و دانش عطا کردیم و کوهها را با داوود و پرندگان به نیایش واداشتیم و ما کننده این کار بودیم. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. و به داوود فن زره سازی آموختیم تا شما را از خطرات جنگتان حفظ کند. پس آیا شما سپاسگزارید؟ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. و برای سلیمان تندباد را رام کردیم که به فرمان او به سوی سرزمینی که در آن برکت نهاده بودیم جریان می‌یافت و ما به هر چیزی دانا بودیم. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. و برخی از شیاطین بودند که برای او غواصی و کارهای غیر از آن می‌کردند و ما مراقب حال آنان بودیم.
وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمین. و ایوب را یاد کن هنگامی که پروردگارش را ندا داد که به من آسیب رسیده است و تویی مهربانترین مهربانان. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. پس دعای او را اجابت نمودیم و آسیب وارد بر او را برطرف کردیم و کسان او و نظیرشان را همراه با آنان مجدداً به وی عطا کردیم تا رحمتی از جانب ما و عبرتی برای عبادت کنندگان باشد. و اسماعیل و ادریس و ذا الکفل کل من الصابرین. و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل را یاد کن که همه از شکیبایان بودند. و ادخلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحین. و آنان را در رحمت خود داخل نمودیم چرا که ایشان از شایستگان بودند. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. و ذنون را یاد کن آنگاه که خشمگین رفت و پنداشت که ما هرگز بر او قدرتی نداریم تا در دل تاریکی ها ندا در داد که معبودی جز تو نیست، منزهی تو، راستی که من از ستمکاران بودم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. پس دعای او را برآورده کردیم و او را از اندوه رهانیدیم و مؤمنان را نیز چنین نجات می‌دهیم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. و زکریا را یاد کن هنگامی که پروردگار خود را خواند پروردگارا مرا تنها مگذار و تو بهترین ارث برندگانی. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. پس دعای او را اجابت نمودیم و یحیی را بدو بخشیدیم و همسرش را برای او شایسته و آماده حمل کردیم، زیرا آنان در کارهای نیک شتاب می نمودند و ما را از روی رغبت و بیم می خواندند و در برابر ما فروتن بودند. والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. و آن زن را یاد کن که خود را پاک دامن نگاه داشت و از روح خیش در او دمیدیم و او و پسرش را برای جهانیان آیتی قرار دادیم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. این است امت شما که امتی یگانه است و منم پروردگار شما، پس مرا بپرستید.
وتقطعوا امرهم بینهم كل الینا راجعون. ولی دینشان را میان خود پاره پاره کردند، همه به سوی ما باز می‌گردند. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. از هر که کارهای شایسته انجام دهد و مؤمن هم باشد، برای تلاش او ناسپاسی نخواهد بود و ماییم که به سود او ثبت می‌کنیم. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. و بر مردم شهری که آن را هلاک کرده ایم بازگشتشان به دنیا حرام است. حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج وهم من كل حدب ینسلون. تا وقتی که یأجوج و مأجوج راهشان گشوده شود و آنها از هر پشته‌ای بتازند. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. و وعده حق نزدیک گردد، ناگهان دیدگان کسانی که کفر ورزیده اند خیره می شود و می گویند ای وای بر ما که از این روز در غفلت بودیم، بلکه ما ستمگر بودیم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. در حقیقت شما و آنچه غیر از خدا می پرستید هیزم دوزخید، شما در آن وارد خواهید شد. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. اگر اینها خدایانی واقعی بودند در آن وارد نمی شدند و حالان که جملگی در آن ماندگارند. لهم فيها زفیر وهم فيها لا يسمعون. برای آنها در آنجا ناله ای زار است و در آنجا چیزی نمی شنوند. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. بیگمان کسانی که قبلا از جانب ما به آنان وعده نیکو داده شده است از آن آتش دور داشته خواهند شد. لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. صدای آن را نمی شنوند و آنان در میان آنچه دلهایشان بخواهد جاودانند. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. دلهره بزرگ آنان را غمگین نمی کند و فرشتگان از آنها استقبال می کنند و به آنان می گویند این همان روزی است که به شما وعده می دادند. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. روزی که آسمان را همچون در پیچیدن صفحه نامه ها در می پیچیم، همان گونه که بار نخست آفرینش را آغاز کردیم دوباره آن را باز می‌گردانیم. وعده ایست بر عهده ما که ما انجام دهنده آنیم.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. و در حقیقت در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به ارث خواهند برد. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدین. به راستی در این امور برای مردم عبادت پیشه ابلاغی حقیقی است. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین. و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. بگو جز این نیست که به من وحی می شود که خدای شما خدایی یگانه است، پس آیا مسلمان می شوید؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. پس اگر روی برتافتند بگو به همه شما به طور یکسان اعلام کردم و نمیدانم آنچه وعده داده شده اید آیا نزدیک است یا دور. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. آری، او سخن آشکار را می‌داند و آنچه را پوشیده می‌دارید می‌داند. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. و نمی‌دانم شاید آن برای شما آزمایشی و تا چندگاهی وسیله برخورداری باشد. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. گفت پروردگارا خودت به حق داوری کن و به رغم آنچه وصف می کنید پروردگار ما همان بخشایشگر دستگیر است.